یک شهیدی داریم 12 ساله، شهید اهل اردبیل 12-13 سالش بوده. مرحمت بالازاده، سرچ کنید تو اینترنت میاد. این انقدر کوچیک بود، قدش هم کوتاه بود، یعنی باز توی همون سن 12 سالگی هم جز ریزه میزه ها بود، یعنی جز 12 سالای متوسط یا قد بلند نبود. یه عکسی داره کنار جسه، تقریبا از جسه یه خورده بلندتره، تفنگو دستش گرفته، از جسه اینقدر بلندتر مثلا، هم قد جسه است. اصرار که من میخوام برم جبهه. و معلوم راش نمیدادن. اون موقع کسی که سنشون کم بود میرفتن چیکار میکردن؟ بگید. شناسنامه رو دستکاری میکردن. این اصرار دستکاری شناسنامه، بعد چون توی اردبیل یه شهر کوچیکی بود اون موقع شناخته بودنش، دیگه نمیتونست جای دیگه هم بره. یواشکی میرفت سوار اتوبوس میشد موقع اذان، پیداش میکردن وسط راه، پیادهش میکردن برش میگردن، تا آخر یه چیزی به ذهن میرسه. شبونه از اردبیل یواشکی سوار اتوبوس میشه، اتوبوس اردبیل تهران، میشه به تهران. میره کجا؟ پاستور، نهاد ریاست جمهوری. اون موقع رهبر انقلاب رئیس جمهور بودن. میره اونجا، بلایی سر محافظای اونجا میاره، گریه زاری و قشقره و داد و بیدادی که اونا زنگ میزنن به دفتر رئیس جمهور که آقا یکی اومده اینجا دیگه عنقریب جون بده، پدر ما رو در آورده. میگن رئیس جمهور الان یه جلسه داره، از نهاد میخواد بره بیرون، همونجا دم در بگید بیاد. با لباس چیزم رفته بوده، لباس نظامی، اندازش هم نبوده، فاز مسخره رو بسته بوده، اینجا چین خورده بوده. اونجا وای میست و میبرنش پیش رئیس جمهور. رئیس جمهور از ماشین پیاده میشه، میگه پسرم چیکار داری؟ میگه من میخوام برم جبهه، 1 سال دارم گریه زاری میکنم، اینا نمیذارن من برم جبهه. خندش میگه رئیس جمهور، میگه آقا شما چند سالته؟ ما 12 سالم. میگه خب شما به درس تو بخونی مثلا این حرفایی که باید زده میشد طبعا به کسی که تو سن و سال و واقعا هم باید درس بخوندم، به در آینده من میکردم. ایشون میگه عیبی نداره، باشه من میرم، فقط شما یه کاغذ به من بده من برم.
الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. من مرحمت بالازاده اعزامی از شهرستان جرمی، سن من 12 ساله هستم که سومین بار آمدن سپه. در عملیات مسلم نگل هم شرکت کردم. برادران و خواهران، این نصیحت امام را تنها نذارند و همیشه پشتیبان امام باشند و منافقان این را بدانند که ما بیدار هستیم که پدرتون رو در میاریم. بعد از این عملیات میریم خونه‌مون، پیروز میشیم و همهشون را میکشیم و پرچم اسلام را در همه جهان برگزار میکنیم.